چند ماه پیش بود، دقیقاً یادمه، تایم مناظرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که داشتم تو اینستاگرام برای خودم همینجوری چرخ میزدم تا رسیدم به پیج ترامپ، دونالد ترامپ. و خب خیلی دوست داشتم بدونم که چه کارها و اقداماتی رو داره انجام میده برای انتخاب شدن ریاست جمهوری آمریکا، که چند روز بعدش یک عکسی رو استوری کرد با مشاور اقتصادی خودش. و زمانی که زدم رو پیج مشاور اقتصادی ترامپ، رفتم تو پیجش یه ذره داشتم بالا پایین میکردم که رفتم توی فالوینگ هاش، دیدم که یک پیج تریدینگ رو فالو داره که فالوور خیلی زیادی هم نداشت، 19 کا 20 کا. از اونجایی که خب خیلی کنکاش میکنم رفتم دیدم که اون پیج تریدینگ یک استوری رو از یک چارت گذاشته که اصلاً شبیه به چارت هایی که ما میبینیم نیستش. و از اونجا شاخکام تیز شد و یه ذره فکر کردم که پولهای بزرگ، افراد پولدار و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شاید دارن جور دیگه‌ای به چارت نگاه میکنن. شاید این مدلی هستش که دارن به چارت نگاه میکنن و میتونن سودآور باشن. و تحقیقات خودم رو شروع کردم. خیلی من کنجکاوم، از اونجا که همیشه کنجکاو هستم و دنبال چیزهای جدید هستم، خیلی گسترده، خیلی پیگیرانه تحقیقات خودم رو شروع کردم که اون نمودار چی هستش، که عکس اون استوری رو هم که دیدم اینجا براتون میذارم که اون نمودار چی هستش که افراد بزرگ و پولهای بزرگ اینجوری بس به چارت نگاه میکنن. فهمیدم اون نمودار رنکو هستش، نموداری که خیلی جذابه، خیلی ویژگی‌های خاصی داره، ولی خب اطلاعاتی در دسترس من نبود. یعنی هیچ جا هیچ آموزشی در مورد رنکو نبود، در مورد نمودار رنکو. یک سری ویدیوها رو دیدم توی یوتیوب که عملاً چیزای چرت و پرتی گفته بودم و هیچ استفاده‌ای برای من نداشت. خودم تایم گذاشتم، کلی چارت باز کردم که فرق نمودار رنکو و کندلی رو ببینم، متوجه بشم و بدونم که چطوری میشه ازش سود گرفت. بعد از یه مدت متوجه شدم که یک دوره آموزشی برگزار میشه که هزینه چند هزار دلاری داره. داخل اون دوره ثبت نام کردم، ولی یک سری تعهدات داشت که هیچ جا نباید نشر بدی، چه اطلاعاتی رو نباید آموزش بدی و من اون تعهدات رو دادم. یعنی برای صدور سرتیفیکیت این تعهدات لازم بود که من بدم. دوره به زبان انگلیسی بود، من مجبورم که یک مترجم هم بگیرم و چندین هزار دلار برام آب خورد که کامل توضیح میدم براتون. نحوه کار با چارت رنکو و یک سری استراتژی‌هایی که به نظرم ناکارآمد بودن رو توی اون دوره آموزش دیدیم. بعد از کلی تحقیق و بررسی اومدم ببینم که چطوری میتونیم از این استراتژی سود بگیریم که در ادامه بهتون میگم. با هم بریم روی چارت و چارت رنکو رو با هم دیگه ببینیم، بررسی بکنیم، ببینیم که چه دیدگاهی داره بهمون میده و این خیلی مهمه. یعنی اصلا میتونه مسیر تریدینگ رو، مسیر یک تریدر ضررده رو عوض کنه، چون یک دیدگاه جامع، یک دیدگاه کامل و برآیندی از کندل ها رو داره بهمون نشون میده. با هم دیگه بریم روی چارت تا براتون یک سری مباحثش رو توضیح بدم. در آخرم براتون این سورپرایز خیلی خفن دارم، پس این ویدیو رو کامل ببین. حتما کانالمون رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که کارت دارم. بریم با هم دیگه بتره کنیم. یکی از نکات دیگه ای که باعث شد من خیلی شاخکم روی رنکو تیزتر بشه این بود که زمانی که می اومدیم توی تریدینگ ویو و میخواستیم چارت خودمون رو به صورت رنکو در بیاریم، مثلا من الان روی بیت کوین میزنم، میگفت که باید آخرین اکانت پولی تریدینگ ویو رو بخری تا بذارم چارت رو به صورت رنکو ببینیم. مثلا 4 ساعته است، من میام از قسمت نمودارها که الان کندلی هستش میام پایین 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 میذارم روی رنکو. اینجا به من یک پیامی میده که باید بیای و پریمیوم رو بخری که ماهی 7-8 میلیونه و به غیر از تایم فریم روزانه هیچ تایم فریم دیگه ای رو نمیذاره من از رنکو استفاده کنم. پس اینجا من نتیجه گرفتم که رنکو
میتونه یک موضوع، یک نوع دیدی به ما بده که ما تو ترید ها موفق شیم. پس خیلی میشه از رنکو پول در آورد. اوکی، اومدم تحقیق کردم، دیدم که 2 تا سایت دیگه هم هستن که میشه رنکو رو ببینی. اولیش گو چارتینگ هستش که میتونید برید توی گو چارتینگ به صورت رایگان چارتتون رو رنکو کنید. دومیش سایت فراز چارت بود که یک سایت ایرانی هستش که تریدینگ ویو رو با قیمت خیلی پایین، فکر می‌کنم میتونید اشتراک 3 ماهش رو 200,000 تومان 400,000 تومان بخرید و برای کسی که ترید میکنه و درآمد دلاری داره چیزی به حساب نمیاد. اوکی، من روی فراز چارت اکانت دارم، میریم روی فراز. برای اینکه شما بتونید بک تست بگیرید، دوست داشتید فراز رو تهیه میکنید که تمام امکانات تریدینگ ویو رایگانه. دوست هم نداشتید میتونید برید توی سایت گو چارتینگ و استفاده بکنید. اومدیم توی سایت faraz.io. من نمودار کندلی کنم، تایم فریمون هم مثلا بیایم 15 دقیقه. خب الان بچه شما دارید بیت کوین رو به صورت کندلی میبینید و خب میبینید پر از نویز، شادوهای الکی بالا پایین و اینجا اصلا یه پایینی زده دوباره رفته بالا، یعنی روند صعودی بوده، ولی اینجا ما رو برای یک ترید به خطا انداخته و حتی اینجا استاپ ما رو زده و بعدش رفته بالا. ولی زمانی که میایید نمودار خودتون رو تبدیل به نمودار رنکو میکنید، همه چیز فرق میکنه. یعنی تشخیص روندتون ساده میشه، یعنی حمایت مقاومت ها رو میتونید خیلی بهتر تشخیص بدید. مثل اینجا که به یک محدوده‌ای رسیده قیمت و به یک، یعنی اینجا یک کفی ساخته اومده رسیده به این کف و پامپ شده توی تایم فریم 15 دقیقه‌ای. حدوداً بیت کوین 12% وقتی به این محدوده رسیده پامپ قیمتی کرده. اوکی، اینجا هم میتونیم برای هم با هم دیگه اینجا مثلا 2 تا چارت رو مقایسه کنیم. من یکیش رو میذارم روی حالت رنکو، یکی دیگه‌ش رو میذارم روی حالت کندلی. خب اینجا دارید میبینید که همین یه تیکه چارت ما اینجا چقدر نویز و بالا پایین داره و چقدر یک تریدر رو گیج میکنه. اوکی، و نمیتونی تشخیص روند بدی، نمیتونی پوزیشنی باز کنی، یا اگرم پوزیشنی باز کنی با کندل سازی هایی که میکنن میتونه حساب شما رو بزنه و به راهش ادامه بده، مثل دقیقاً این قسمت. ولی زمانی که چارت به صورت رنکو هست دیگه نمیتونن رنکو سازی کنن. چرا؟ چون هر 15 تا کندلی که ما اینجا داریم، هر 14 تا کندلی که این قسمت هست برای ما میشه یه دونه از این بلوک های رنکو و اینجا دیگه ما نمیتونیم گول بخوریم. اوکی، این از این موضوع. دوباره برگردیم روی حالت رنکو. یه نکته تریدی هم بهتون بگم. خب بچه‌ها، زمانی که چارتتون رو میذارید روی رنکو، حالا چه تو گو چارتینگ چه فراز، فرقی به اون صورت نمیکنه. اینجا میایید برای خودتون اندیکاتور RSI یا اسیلاتور RSI رو میندازید. خب من یکم اینا رو پاکش بکنم که خیلی شلوغ نشه. توی تایم فریم 15 دقیقه زمانی که قیمت میاد و وارد اشباع فروش میشه، معمولا یک پامپی به سمت بالا داره و اینجا تاییدیه‌اش میشه 2 تا بلوک یا یک بلوک سبز و یک آر به آر حداقل 1 به 1 به شما میده. اوکی، میتونید استاپو بذارید پشت محدوده و زمانی هم که میاد تو اشباع خرید، معمولا اینجا دقیقا میبینید که توی محدوده اشباع خریده 2 تا گفتیم تاییدیه، این یه دونه قرمز زده پس نمیگیریمش. میتونه یک دامپی رو به سمت پایین داشته باشه. اوکی، این از این موضوع. بریم که داشته باشیم، چون من با استراتژی رنکو به بچه‌ها سیگنال میدم، بریم توضیح بدیم که چطوری تو میتونی از این سیگنال ها استفاده کنی. امیدوارم که حال کرده باشید با رنکو، چارت رنکو، و قراره که خیلی باهاش حرکت‌های خفنی بزنیم. اینم از توضیحات چارت رنکو که دوست داشتم باهاش آشنا بشید، بدونید چی هستش. و یه مدتی هستش که دارم با استراتژی رنکو به یک سری از عزیزانی که دوست دارن توی تلگرام بهشون سیگنال میدم و میتونیم بگیم که تقریبا الان 8% سود رو کل حساب توی
2 هفته گرفتیم. اگر تو هم دوست داری که توی این کانال که به نظرم ارزشش حداقل $200 تو ماه هستش به صورت رایگان عضو بشی، توی لینکی که پایین ویدیو برات گذاشتم دیسکریپشن بزن، بیا توی کانال تلگراممون و روی ربات اطلاعاتت رو وارد کن و وارد کانال شو. به جای اینکه پول کانال سیگنال بدی به هر شخص دیگه ای اون پول رو سرمایه ترید خودت بکن و بیا تو کانال با هم دیگه بتره کنیم. اگر دوست داشتی یه انرژی خفنی هم به من بدی، یه کامنت انگلیسی برام بذار و برو توی کانال که بتره کنیم.